علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالش دیگه است که کدام عملها روزه یک شخص را فاسد میکند؟ بارک الله فیکم. اولا این خوردن و نوشیدن قصدن روزه را فاسد میکند. دوما این قید کردن، استفراغ کردن، یعنی پرتافتن عمدن روزه را فاسد میکند. اما کسی که اگر استفراغ کرد، یعنی پرتافتک بدون عمدن باشد، یعنی قصدن نباشد، پس روزهش را فاسد نمیکند. اما استفراغ و پرتافتن عمدن روزه را فاسد میکند. سوما این حیض و نفاس، زنی که در حالت حیض و نفاس قرار گرفتک روزهش را فاسد میکند. و چهارم این انجام دادن سوزندارویی که برای غذا و برای طعام است، یا اینکه ماندن کپلی که برای غذا و برای طعام است، پس این روزه را فاسد میکند. برای چی؟ چون که اینها قایم مقام همون خوردنی و نوشیدنی هستند. از این خاطر روزه را فاسد میکنه. پنجم جماع کردن، خانه‌داری کردن با همسر روزه را فاسد میکند. بارک الله فیکم.